صبحانم نخوردم و مامانم اینجوری بودش که نمیخوای چیزی بخوری؟ بودم که نهار دیگه. وای نمیدونم واقعا چرا انقدر در برابر صبحانه خوردن مقاومت میکنم، ولی یه سری روزا اصلا حسش نیست. دور از تمام اون شلوغی‌ها و نورای اضافی تا خودمون رو بهتر بشناسیم. بهتر شناختن چیه دیگه؟ الان توی این طور و زمونه‌ای که زندگی اینقدر سخت شده چیه خودم رو بشناسم؟ من مجبورم هر روز یه روتین رو داشته باشم، از خواب بلند شم، آماده شم، برم سر کار، بیام خونه، دوباره فرداش همون و این چرخه همچنان ادامه داره. اما به نظرم خیلی فراتر از این هاست، میدونین؟ یعنی نباید سخت گرفت، چون هرچی بیشتر سخت بگیری بیشتر اذیت میشی. ولی وقتی که به یه شناختی از خودت برسی، یاد بگیری که خودتو بیشتر دوست داشته باشی، یاد بگیری که اصلا چه مسیری از زندگی رو میخوای بری، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی روند زندگی کردنمون. و به نظر من طبیعت همیشه کمک کرده، چون انگار تو روح خودتو اونجا آزاد میکنی و اجازه میدی که روحت همراه بشه با نسیم، همراه بشه با تکون خوردن همین علفا که دقیقا پشت سر منم داره همین اتفاق میفته. و تماما زندگی همینه، زندگی به همین چیزای ساده است. ولی انقدر که سخت گرفتیم، انقدر که فکر کردیم وای چه اتفاق بزرگی باید بیفته، قاعدتا برای ما سخت شده. ولی همه چیز خیلی ساده تر از این است بچه ها. یعنی وقتی که جلوتر میریم، وقتی که بزرگتر میشیم، متوجه میشیم چقدر دغدغه های قبلیمون، دغدغه های گذشتمون، چه نسبت آدما، چه نسبت حرفها، چه نسبت یه سری اتفاقا، چقدر الکی بوده و چقدر ساده حل میشده. ولی خب ما سخت گرفتیم، ما اون تایمی که میتونستیم لذت ببریم و از خودمون محروم کردیم. انقدر سخت گرفتیم، انقدر به خودمون فشار آوردیم که الان با اینکه سنی نداریم دچار یه سری از بیماری ها یا مشکلات روحی هستیم که حتی پدر بزرگ مادر بزرگامون هم اونا رو ندارن، یا خیلی سخت میتونی بین سن اونا پیدا بکنی. چرا یه جوون 20 ساله باید درد کمر داشته باشه، یا چرا یه جوون 20 ساله باید از نظر روحی روانی متلاشی شده باشه؟ چرا؟ واقعا درسته.
خیلی عوامل بیرونی هستن که تأثیر گذارن. میتونه جامعه باشه، میتونه فرهنگ باشه، میتونه وضعیت اقتصادی یا هر چیزی باشه، ولی چیزی نیسته که ما بخوایم بهش اجازه بدیم بهمون غلبه کنه. هرچند که ممکنه خیلی با من مخالف باشن و بگن که خب غلبه میکنه، چجوری ما جلوشو بگیریم؟ اما به نظر من همش برمیگرده به ذهن خودمون. اینکه چقدر اون مسئله رو بزرگ میکنیم یا کوچیک میکنیم، با اون مسئله چجوری خودمون رو روبرو میکنیم و چه راه حل هایی رو براش پیدا میکنیم خیلی تأثیر گذاره. شخصا فکر میکنم با توجه به داستان زندگی که داشتم تا به الان خیلی خوب پیش اومدم. هرچند که آدم وقتی برمیگرده به گذشته میگه میتونستم اینجا اون کار نکنم، ولی تا انجامش دادی و این دیگه گذشته. الان باید توی حال زندگی کنی. توی حال زندگی کردن یعنی زندگی، اینکه تو از لحظه به لحظه لذت ببری. آدمای دور تو درست انتخاب کن. ما رسما تا 40 سالگی در حال تجربه کسب کردنیم. از خودت این انتظار رو نداشته باش که الان همه چیز پرفکت باشه، همه چیز فوق‌العاده و بدون نقص باشه. نه، الان همه چیز باید نقص داشته باشه تا تو یاد بگیری، کشف کنی، برای اینکه بتونی در آینده بهتر زندگی کنی. زندگی رو از خودت دریغ نکن، رها باش، خودت باش و هیچ وقت سعی نکن که از آدمای دورت تأثیر پذیری داشته باشی. اونقدر خودتو قوی بکن و سبک زندگی خودتو پیش ببر که آدمای دورت باشن که نگات کنن، نه تو به اونها. این شاید حرف احمقانه‌ای به نظر بیاد، ولی به نظر من هر کسی به نوبه خودش در بالاترین حد ممکن قرار داره. یعنی ما نمیتونیم کسی رو زیر سوال ببریم مگه اینکه خب چیز اشتباهی باشه. قطعا حرف یا حرکت اشتباه یا سبک زندگی اشتباه رو باید بگیم، نه اینکه بگیم زندگی خودشو به ما چه، یا هر کسی حق داره که نظر خودشو بیان کنه. نه، هر کسی این حق رو نداره. ببخشید، نمیتونیم قبول بکنیم نظر اشتباه رو، نمیتونیم حرفای اشتباه رو قبول بکنیم، ولی خب میتونیم بهترش کنیم.